عزیز در تاجیکستان هم علکه انگور پروری به طریق پروفسیونالی شده ایستاده است. من انگور رو درونش خوشه رو توقع کرده ایستادن. کنه این خوشه رو گیری، این خوشه رو کنید این چیکار؟ من ببینید. دانه‌اش رو کم میکند من. درونش رو کشود میکند تو اینکه خوشه من ببینید. تو اینکه خوشه کلانی دانه‌اش بقوت شود. من هم دیورم عزیز این خیلی باغ رو از یک لو دانه‌اش رو تازه کرده ایستادن. کشود کرده ایستادن. این کشود کرده شده است علکه. کشود شده است نه. بریده در زمین پرتافته ایستادن. دیدید؟ انا این علکه شده است انگور پروری پروفسیونالی. دوستان عزیز مرحمت یاد گیرید انگور پروری رو. دیدید؟ یکتا یکتا از ورونش گرفته ایستادن. انگور پروری با روی اینتنسیوی 2-3 شنونده شده است. این خیلش 3 این خیلش 2 با آب قطرگی آبیاری شده است. دوستان عزیز من خیلی باغ‌های نهایت کلان است. شما هم باغ کنید هم خیلی آباد شوید پولدار شوید در پناه خدا باشید.